سلام و خوش اومدید به کانال آیپینار. توی این ویدیو قصد داریم به شما یکی از مهمترین مباحث توی یوتیوب رو آموزش بدیم، یعنی طراحی تامنیل. توی این آموزش شما یاد میگیرید که چطور توی نرم افزار فتوشاپ کاراکتر خودتون رو هایلایت بزنید، به متناتون استایل بدید، نور و رنگ رو تنظیم کنید و همچنین یاد میگیرید که چطور این تصاویر رو با هم ترکیب کنید و یک تامنیل جذاب و منحصر به فرد برای ویدیوهای خودتون ایجاد کنید. پس بدون هیچ معطلی میریم سراغ آموزش. خب نرم افزار فتوشاپ رو باز میکنم، روی نیو فایل کلیک میکنم و یک سند در ابعاد 1920 در 1080 ایجاد میکنم. حالا تصویر بک‌گراند رو وارد فتوشاپ میکنم. این نکته هم بگم که تصاویری که روی این آموزش استفاده کردم همگی تصاویر رایگانی هستن که میتونید از توی اینترنت پیدا کنید. مثلا میتونید از سایت‌های پیکسابای یا فیلیپیک استفاده کنید. با این حال اگه میخواید این تصاویری که اینجا استفاده کردم رو داشته باشید، توی بخش کامنت ها بنویسید تا این تصاویر رو توی وبسایت آیپینار یا کانال تلگرام قرار بدم که بتونید دانلود کنید. خب آموزش رو ادامه میدیم. روی تصویر راست کلیک میکنم و کانورت تو اسمارت آبجکت رو انتخاب میکنم تا زمانی که این تصویر رو بزرگ و کوچیک میکنم کیفیت اون از بین نره. حالا تصویر رو بزرگتر میکنم، میخوام این عکس رو برعکس کنم، بنابراین روی تصویر راست کلیک میکنم و گزینه فلیپ هاریزانتال رو انتخاب میکنم. تصویر به این شکل در میاد. روی این تیک بالا کلیک میکنم. حالا تصویر کاراکتر رو وارد میکنم. این تصویر خودش الان به صورت اسمارت آبجکت. حالا میخوام بک‌گراند این تصویر رو حذف کنم. میرم توی منوی سلکت و گزینه سابجکت رو انتخاب میکنم تا فتوشاپ به صورت خودکار این کاراکتر رو تشخیص بده. برای اینکه بک‌گراند حذف بشه این قسمت پایین روی لایر ماسک کلیک میکنم. تصویر رو بزرگتر میکنم. لازمه که این تصویر رو هم برعکس کنم، باز هم راست کلیک میکنم و گزینه فلیپ هاریزانتال رو انتخاب میکنم. وقتی روی تصویر زوم میکنم میبینم که این قسمت ها هم حذف شده و نیاز به اصلاح داره. برای اینکه قسمت های حذف شده رو برگردونم روی ماسک تصویر که این قسمت باشه دوبار کلیک میکنم. این ابزار رو انتخاب میکنم و اینجا قسمت هایی که حذف شده بود رو برمیگردونم. همونطور که میبینید این قسمت هم درست جدا نشده و لای موها باقی مونده. برای این کار این آیکون دوم رو انتخاب میکنم و روی رنگ های سفید کلیک میکنم. برای اینکه سفیدی دور گوش رو حذف کنم این ابزار یعنی پالیگونال لاسو تول رو انتخاب میکنم. قسمت های سفید رنگ رو به حالت انتخاب در میارم. حالا میتونم با ابزار براش این قسمت ها رو به رنگ مشکی در بیارم یا اینکه کلید آلت و بک اسپیس رو با هم دیگه فشار بدم تا این قسمت حذف بشه. نکته مهم اینه که اینجا باید ماسک تصویر انتخاب شده باشه و رنگ این قسمت باید به این شکل سیاه و سفید باشه. قدم بعدی اینه که دور سوژه هایلایت بزنم. برای هایلایت زدن نیاز به 3 تا لایه دارم. لایه اول سالید کالره که توی پنجره لایرز ادجاستمنت لایرها گزینه سالید کالر و اینجا رنگ مشکی رو انتخاب میکنم و روی اوکی کلیک میکنم. لایه بعدی مربوط به براشه که با کلیک روی این آیکون ایجاد میشه. این لایه براش باید کلیپینگ ماسک بشه به لایه پایینی. کلید آلت رو نگه میدارم، موس رو میبرم وسط این 2 تا لایه. وقتی به این شکل در اومد یه بار کلیک میکنم. لایه بعدی گرادینت مپه. مجددا روی این آیکون کلیک میکنم و این گزینه گرادینت مپ رو انتخاب میکنم. موس رو میبرم وسط این 2 تا لایه، کلید آلت رو نگه میدارم. این لایه رو کلیپینگ ماسک میکنم به این سالید کالر مشکی رنگ. این قسمت دوبار کلیک میکنم تا وارد تنظیمات گرادینت مپ بشم. خب گرادینت مپ ما باید 3 تا رنگ داشته باشه. این وسط یه کالر پوینت ایجاد میکنم. رنگ سمت چپ کاملا باید سیاه باشه، سمت راست سفید و وسط رنگی که میخوایم با اون هایلایت بزنیم و این وسط رو به رنگ نارنجی. حالا کاری که لازم انجام بدم اینه که این سالید کالر رو انتخاب کنم و توی بخش بالا بلندینگ مود این لایه رو روی اسکرین قرار بدم. حالا برای اینکه این براشی که میخوایم بزنیم از محدوده سوژه خارج نشه، موس رو میبرم روی ماسک این سوژه
کلید کنترل رو نگه میدارم و یه بار روی این ماسک کلیک میکنم تا دور این سوژه انتخاب بشه. حالا لایه براش رو انتخاب میکنم. با فشردن دکمه بی روی کیبورد ابزار براش رو فعال میکنم. توی این قسمت بالا اوپاسیتی و فلو براش رو کمتر میکنم و میام این هایلایت زدن رو شروع میکنم. دور سوژه رو به این حالت براش میزنم، مقدار فلو رو دوباره کمتر میکنم و دور سوژه رو به این شکل هایلایت میزنم. خب اینجا لازمه که شکل براش رو تغییر بدم. روی صفحه راست کلیک میکنم. این قسمت دایره‌ای که اینجا میبینید 2 تا نقطه داره. روی یکی از این نقطه ها کلیک میکنم و به سمت داخل میکشم و با کمک این مثلثی که اینجاست میتونم زاویه این شکل رو تغییر بدم. حالا میتونم این قسمت ها رو راحت تر براش بزنم. با این کار دیگه نیازی نیست که دنبال براش‌های مختلف توی اینترنت بگردید. با همین براش پیش‌ورز خود فتوشاپ میتونید کار هایلایت زدن رو انجام بدید. من سرعت ویدیو رو اینجا بیشتر میکنم. برای اینکه تشخیص بدید کجاها رو هایلایت بزنید باید به نور صورت توجه کنید. این قسمت‌هایی از صورت که سفیدتر و درخشان‌ترن یعنی نور بهشون خورده و دقیقاً جاهایی هستن که ما باید اونجا رو براش بزنیم. خب این مرحله اول هایلایت زدن بود که با ابزار براش انجام دادیم. کارمون با ابزار براش تموم شد. قبل از اینکه برم سراغ ابزار بعدی روی این لایه یک ماسک ایجاد میکنم. برای این کار لازمه که روی این آیکون کلیک کنم. خب حالا میرم سراغ ابزار بعدی که با کمک این ابزار میتونم این براشا رو به صورت هاله نور در بیارم. توی نوار ابزار این ابزار اسموچ تول که به شکل یک انگشتر رو انتخاب میکنم. سایز براش رو کوچیک میکنم. برای تغییر سایز براش هم میتونید روی صفحه راست کلیک کنید و سایز براش رو انتخاب کنید و هم میتونید کلید آلت و راست کلیک رو همزمان نگه دارید و موس رو به چپ و راست بکشید. توی قسمت تنظیمات ابزار مود این ابزار رو روی نرمال قرار میدم و شدت اون رو کمتر میکنم. اینجا باید حتما لایه براش انتخاب شده باشه. حالا میام این قسمت هایی که براش زدم رو کلیک میکنم و به سمت داخل یا خارج میکشم. قبل از اینکه این کار رو ادامه بدم یک دابلیکیت از این لایه میگیرم تا در صورتی که این لایه خراب شد یک پشتیبان ازش داشته باشم و لازم نباشه دوباره از اول براش بزنم. من سرعت ویدیو رو اینجا بیشتر میکنم. اگه به این تصویر دقت کنید میبینید نور بعضی جاها مناسب نیست و باید از شدت اون کاسته بشه یا به طور کامل حذف بشه. برای اینکه این قسمت‌های اضافی رو حذفش کنم یا شدتش رو کم کنم این ماسک لایه رو به حالت انتخاب در میارم، ابزار براش رو انتخاب میکنم و اوپاسیتی اون رو کمتر میکنم و میام این قسمت‌هایی که میخوام شدت اون نور کمتر بشه رو براش میزنم. خب ایراد دیگه‌ای که تو این تصویر میشه دید اینه که نور هایلایت مناسب نیست و رو به زردی میزنه. برای اینکه این رنگ رو تغییر بدم روی گرادینت مپ دوبار کلیک میکنم، دوباره روی این قسمت رنگ کلیک میکنم و این رنگی که این وسط انتخاب شده رو تغییرش میدم تا با رنگ بک‌گراند متناسب باشه. کار بعدی که میخوام انجام بدم اینه که نور و رنگ این کاراکتر رو اصلاح کنم. لایه مربوط به این کاراکتر رو انتخاب میکنم. روی کیبورد کلید کنترل L رو فشار میدم تا پنجره لولز باز بشه. اینجا این مقادیر رو تغییر میدم تا نور سوژه از حالت این روشنی در بیاد و کنتراستش بالاتر بره. حالا میخوام یک حاله نور پشت این سوژه قرار بدم. بین لایه بک‌گراند و سوژه یک لایه جدید ایجاد میکنم. ابزار براش رو انتخاب میکنم. هاردنسش رو 0% میکنم تا براش به صورت کاملا نرم در بیاد. اوپاسیتی و فلو اون رو هم 100% قرار میدم و اینجا یک بار کلیک میکنم. حالا یه رنگ روشن‌تر انتخاب میکنم. سایز براش رو کوچیک‌تر میکنم و مجددا اینجا یک کلیک میکنم و باز هم یه رنگ روشن‌تر انتخاب میکنم. سایز براش رو کوچیک‌تر میکنم و
دوباره اینجا کلیک میکنم. خب حالا که این حاله نور رو اون پشت قرار دادیم، قاعدتاً باید روی قسمت سمت چپ سوژه هم نور بتابه. برای اینکه این قسمت ها نور اضافه کنیم، لایه مربوط به براش هایلایت رو اینجا انتخاب میکنم، ابزار اسموت تول رو انتخاب میکنم و در حالتی که رنگ سفید انتخاب شده میام روی این قسمت صورت، کلید آلت رو نگه میدارم، قسمت هایی که کلیک میکنم هایلایت اضافه میشه. اگه این لایه رو خاموش کنم میبینید که هایلایت به این شکل در اومده. حالا میخوام رنگ این سوژه رو اصلاح کنم. لایه مربوط به سوژه رو انتخاب میکنم، توی منوی فیلتر کامرا رپ فیلتر رو انتخاب میکنم. توی قسمت بیسیک مقادیر این قسمت رو تغییر میدم تا به یک نتیجه مناسب برسم. بعدش میرم توی قسمت دیتایل، کالر نویز ریداکشن و نویز ریداکشن رو مقادیرش رو زیادتر میکنم تا نویز های تصویر گرفته بشه. بعدش میرم توی قسمت کالر میکسر، اینجا میتونم رنگ ها رو به صورت تفکیک شده کنترل کنم. مثلا توی قسمت لومیننس میتونم نور رنگ ها رو تغییر بدم، رنگ قرمز، نارنجی، زرد که توی این سوژه مربوط به صورت میشن. توی قسمت هیو طیف رنگی و توی قسمت ساتوریشن اشباع این رنگ ها رو تغییر میدم. این مقادیر رو هم با توجه به این تصویر تغییر میدم تا به یک نتیجه مناسب برسم. حالا روی اوکی کلیک میکنم. هر زمان هم که دیدید ایرادی توی تصویرتون هست، توی هایلایت دادن یا هر جای دیگه، میتونید اون خطاها رو اصلاح کنید. مثلا اینجا میبینم که هایلایت این قسمت مناسب نیست. این بار با استفاده از ابزار اریز تول یا همون پاک کن این قسمت ها رو پاک میکنم. اوپاسیتیش رو یک مقدار کمتر میکنم تا به صورت کامل پاک نشه. مجددا ابزار اسموت تول رو انتخاب میکنم و این قسمت ها رو اصلاح میکنم. برای اینکه جذابیت تصویر بیشتر بشه، یک تصویری به این شکل رو وارد فتوشاپ میکنم، اون رو بالای حاله نور قرار میدم، جاشو تنظیم میکنم و چون بک‌گراند این تصویر مشکیه، توی بخش بلند مود اسکرین رو انتخاب میکنم. یک ماسک بهش اعمال میکنم و قسمت‌های گوشه تصویر رو با براش نرم و مشکی میکشم. برای اینکه نور و رنگ بک‌گراند و سوژه تطابق داشته باشن، میتونیم از ادجاستمنت لایرها استفاده کنیم. مثلا میتونیم از فوتو فیلتر استفاده کنیم و یک فیلتر رنگی به بک‌گراند بدیم و اینجا یکی از این رنگ‌های گرم رو انتخاب میکنم. یا میتونیم یک ادجاستمنت لایر از نوع برایتنس کنتراست به تصویر بدیم تا کنتراست و روشنایی بک‌گراند رو کنترل کنیم. یا ادجاستمنت لول یا هیو ساتوریشن که طیف رنگی و اشباع رنگ رو تغییر میده. حالا مطابق با نیازتون میتونید از هر کدوم از این ادجاستمنت لایرها استفاده کنید. اگه لازم بود بک‌گراند رو انتخاب کنید و یک مقدار بلر بهش بدید. تو این تصویر نیاز نمیبینم، بنابراین استفاده نمی کنم از بلر. مرحله بعدی اضافه کردن متنه. من اینجا یه متن می نویسم، ازش یه کپی می گیرم و متن پایینی رو تغییر میدم. توی قسمت لایه ها گوشه این متن 2 بار کلیک می کنم تا وارد پنجره لایر استایل بشم. توی لایر استایل کالر اوورلی رو انتخاب میکنم، رنگ سفید خوبه، همین رنگ میذارم بمونه. بیویلن این باس رو فعال میکنم، یک بار روی همین گزینه اول کلیک میکنم تا تنظیماتش نشون داده بشه. استایل روی اینر، تکنیک روی اسموت، دیپ رو تا انتها افزایش میدم، سایز رو تقریبا این وسط ها قرار میدم، سافتن یا همون نرمی رو روی 5. اینجا هم میتونم زاویه رو تغییر بدم. توی این قسمت هم میتونم رنگ قسمت پایینی رو تغییر بدم. بعدش گزینه اوتر گلو رو انتخاب میکنم. گلو یا همون درخشش رو به این رنگ در میارم، سایزش رو افزایش میدم. بعدش 3 تا دراپ شادو اضافه میکنم. میتونید روی این آیکون به اضافه کلیک کنید تا یک دراپ شادو دیگه هم ایجاد بشه.
وارد تنظیمات درپ شادو بالایی میشم. این مقادیر رو تغییر میدم. برای اینکه بهتر متوجه تغییرات بشم، اوتر گلو و درپ شادو پایینی رو غیر فعال میکنم. یک مقدار بهش دیستنس یا فاصله میدم. با استفاده از گزینه سایز به این سایه نرمی میدم. حالا درپ شادو پایین رو انتخاب میکنم. دیستنسش رو بیشتر میکنم. این قسمت میتونم رنگ سایه رو تغییر بدم. حالا مجددا یک درپ شادو دیگه هم اضافه میکنم. باز هم به اون دیستنس میدم و رنگ اون رو به مشکی تغییر میدم. خب اینجا میتونم دور این متن یک استروک اضافه کنم. برای اضافه کردن استروک روی این آیکون پایین کلیک میکنم و گزینه استروک رو انتخاب میکنم. اینجا میتونم تنظیمات مربوط به استروک رو انجام بدم. یا اینکه میتونم یک دراپ شادو دیگه اضافه کنم. برای این کار میرم روی آخرین دراپ شادو و روی این آیکون به اضافه کلیک میکنم تا یک دراپ شادو دیگه اضافه بشه. حالا این پایینی رو انتخاب میکنم. زاویه‌اش رو تغییر میدم و همونطور که توی تصویر میبینید سایه در قسمت بالای متن ایجاد میشه. میتونم فاصله این سایه رو کم و زیاد کنم. خب این نتیجه بهتری نسبت به استروک داد. بنابراین این گزینه رو فعال نگه میدارم و استروک رو کلا بیخیال میشم. بعدش گزینه اوتر گلو رو فعال میکنم و روی اوکی کلیک میکنم. حالا میرم سراغ متن دوم. برای اینکه دوباره کاری نشه میتونم لایر استایل متن اول رو کپی کنم روی متن دوم. تو پنجره لایرز روی متن اول راست کلیک میکنم و گزینه کپی لایر استایل رو انتخاب میکنم. میرم روی متن دوم راست کلیک میکنم و گزینه پیست لایر استایل رو انتخاب میکنم. با این کار کل تنظیمات لایر استایل روی این لایه هم اعمال میشه. میخوام رنگ متن دوم رو تغییر بدم. میتونم توی قسمت کالر اوورلی این رنگ رو تغییر بدم. توی تنظیمات بیبیلند امباس مقدار سایز رو زیاد میکنم. یا اینکه میتونم یه کار دیگه انجام بدم. کالر اوورلی و بیبیل امباس رو غیر فعال میکنم. روی FX کلیک میکنم و گرادینت اوورلی رو انتخاب میکنم و رنگ این گرادینت رو تغییر میدم. یک رنگ نارنجی قسمت چپ و یه رنگ زرد هم قسمت راست ایجاد میکنم. این وسط دو تا کالر پوینت دیگه هم اضافه میکنم. این کالر پوینت سوم رو یک مقدار روشن‌تر میکنم. در نهایت به این رنگ میرسم. استروک رو فعال میکنم و اوتر گلو رو به رنگ نارنجی. اینجا میتونید از گزینه ساتین هم استفاده کنید که یک درخشندگی به داخل لایه میده. این قسمت پایین این سایه نارنجی رنگی که اینجا هست رو هم تغییر میدم تا با رنگ این متن تطابق داشته باشه. خب کارمون با استایل های متنی تموم شد. مرحله بعدی اینه که زیر این متن ها از براش استروک استفاده کنیم تا جلوه بهتری به این تصویر بده. خب این هم یک براش استروک رایگانه که از اینترنت پیدا کردم. ابزار سلکشن تول رو انتخاب میکنم. دور این براش کادر میکشم. در حالی که این لایه انتخابه کلید کنترل جی رو فشار میدم تا اون براش توی یک لایه جدید کپی بشه. بعدش میخوام از این براش استفاده کنم. مجددا دور این براش یک کادر میکشم. در حالی که لایه براشا رو انتخاب شده کنترل جی رو فشار میدم. این لایه اصلی که وارد کرده بودیم رو حذف میکنم. برای اینکه بک‌گراند این براشا رو حذف کنم ابزار ماجیک وند تول رو انتخاب میکنم. توی این قسمت سفید رنگ کلیک میکنم. کلید شیفت رو نگه میدارم و یک بار هم این قسمت بیرون کلیک میکنم. میام این پایین کلید آلت رو نگه میدارم و روی این آیکون کلیک میکنم. با این کار فقط خود براش باقی میمونه. همین کار رو برای براش بعدی هم انجام میدم. این لایه ها رو تبدیل به اسمارت آبجکت میکنم. اینها رو جابجا میکنم، میبرم زیر این دوتا متن. میخوام توی لایر استایل یک سری افکت به این براشا بدم. دوباره این قسمت کلیک میکنم. گزینه درپ شادو رو انتخاب میکنم و یک سایه قرمز رنگ بهش میدم. گرادینت اوورلی رو انتخاب میکنم. میتونم از این گرادینت های آماده استفاده کنم یا روی این قسمت کلیک کنم و رنگی که میخوام رو اینجا اعمال کنم.
لایر استایل این براش پایینی رو کپی میکنم روی براش بالایی. میتونید مطابق با سلیقه خودتون این گزینه‌ها رو فعال یا غیر فعال کنید. این متن‌ها و براش‌ها رو با همدیگه انتخاب میکنم. کلید شیفت رو نگه میدارم، روی این آیکون گوشه اینجا کلیک میکنم تا داخل یک گروه قرار بگیرم. کلید کنترل تی رو فشار میدم، میام این گوشه روی این نقطه سمت راست کلید کنترل رو نگه میدارم تا شکل موس به این حالت در بیاد. بعد موس رو به سمت بالا میکشم. با این کار این متنی که اینجا نوشته شده به صورت زاویه دار در میاد. حالا بالاترین لایه رو انتخاب میکنم، کلید آلت کنترل شیفت و ای رو با هم فشار میدم تا همه لایه ها به شکل یک تصویر تو یک لایه جدید ایجاد بشه. حالا برای اینکه یک اغراقی به این تصویر بدم میخوام چشمای این کاراکتر رو یک مقدار بزرگتر کنم. بنابراین از منوی فیلتر گزینه لیگویفی رو انتخاب میکنم. اینجا این ابزار رو انتخاب میکنم. سایز براش رو با نگه داشتن کلید آلت، رایت کلیک و حرکت موس به سمت چپ و راست تغییر میدم و روی چشمها کلیک میکنم تا این قسمت ها برجسته تر بشن. قبل و بعدش رو با هم دیگه ببینیم. روی اوکی کلیک میکنم. مجددا وارد منوی فیلتر میشم. گزینه کامرا رپ فیلتر رو انتخاب میکنم. توی قسمت افکت این مقدار پایینی رو کمتر میکنم، به سمت چپ میکشم تا یک هاله سیاه رنگ دور تصویر ایجاد بشه. اینجا هم توی قسمت دیتیلز میتونم از نویز تصویر کمتر کنم و حالت نرمتر در بیاد. برای اینکه رنگ کل این لایه ها با هم دیگه بیشتر تطابق داشته باشن، از قسمت ادجاستمنت لایر ها گزینه کالر لوکاپ رو انتخاب میکنم. خب اینجا هم میتونم یکی از لاتای رنگی رو انتخاب کنم تا یک نور و رنگ یک دست روی تمام تصویر و لایه ها اعمال بشه. با کم کردن اوپاسیتی یک مقدار از شدت این افکت رو کمتر میکنم و در نهایت برای ذخیره تصویر کلیدهای آلت کنترل شیفت و اس رو با هم دیگه فشار میدم تا پنجره سیو فور وب باز بشه. این قسمت بالا کوالیتی روی 100، روی سیو کلیک میکنم و تصویر نهایی رو ذخیره میکنم. نتیجه کار به این شکل در میاد که میتونید روی ویدیوهای یوتیوب و حتی آپارات هم از این تصاویر استفاده کنید. در نهایت خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید و نظرات خودتون رو توی بخش کامنت ها برام بنویسید. و برای اینکه به ویدیوهای بیشتری دسترسی داشته باشید میتونید کانال آیپینار رو سابسکرایب کنید و اون گزینه زنگوله رو روشن کنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید از اون مطلع بشید.